اوس زموږ سره په خپرونه کې یو خوږ او تکړه ماشوم دی. هغه ماشوم چې راځي درس وایي، کوښښ کوي تر څو خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. عزیر عزیز و گرامی سلام، صبح شما بخیر. زنده باشین. سلامت باشی. عزیر عزیز، صبح امروز را چگونه آغاز کردی؟ با خوشی. خوشی، بسیار خوب. زمانی که صبح از خواب بیدار شدی و پلانی بود که شما به تلویزیون معارف بیاین، احساس خوشی داشتین؟ بله. بسیار خوب. عزیر عزیز، متعلم صنف چندم هستی خودت؟ سوم. سوم. و چندم نمره؟ اول نمره. اول نمره، بسیار خوب. چند سال میشه پی در پی اول نمره است یا فقط امسال اول نمره شدی؟ نه، چند سال میشه که اول نمره هستم. بسیار خوب، بسیار خوب. آیا از استادانی که خودت را تدریس میکنن در مکتب خصوصی ذهین راضی هستی؟ بله. چگونه رویه میکنن؟ خوب رویه میکنن انشالله؟ بله، رویه خوب دارن. بسیار خوب. از محیط تدریسی که مکتب خصوصی بر شما آماده کردن دیگه انشالله راضی هستی؟ بله. بسیار خوب. خوب، کدام قسمت از مکتب یا کدام مکان از مکتب خودت وامی داره که همیشه مکتب بری بسیار خوش باشی، مثل لابراتوار، کامپیوتر لب، کتابخانه یا صنف درسی؟ کدام قسمت مکتب بسیار زیاد دوست داری؟ اما لابراتوار. لابراتوار، بسیار خوب. و خودت مطالعه میکنی؟ بله. بسیار خوب. معمولا خودت کدام نوع کتابا رو مطالعه میکنی و کیها خودت تشویق میکنن؟ فامیل ما را تشویق میکنن. و کدام نوع کتابا رو مطالعه میکنی؟ همه مضمونای که دری باشه، انگلیسی باشه، کامپیوتر باشه، همه مضمون پشتو باشه، مضمون دیگه. عزیر عزیز، در کنار از که مضامین مکتب مطالعه میکنی، مطالعه خارجی هم داری یا نه؟ نخیر. نخیر. خب بخاطر از که ما موفق شویم دستاوردهای بیشتر داشته باشیم، پس ما باید مطالعه هم داشته باشیم. عزیر گرامی، خب معمولا در فامیل پدرجان زیاد تشویق میکنه یا مادرجان؟ هر دوشان. بسیار خوب. و خودت زمانی که پدر مادر کدام گفتنی داره، امری داره، اطاعت میکنی؟ بله. بسیار خوب. و در آینده میخوای چیکاره شوی عزیر عزیز؟ دکتر. چرا دکتری رو انتخاب کردی؟ چرا انجینری رو انتخاب نکردی یا پیلوت شدن؟ بخاطر دکتری وقتی که به مکتب شامل شدم چی به دکتری علاقه داشتم. بسیار خوب. علاقه خیلی مهم است در موفقیت یک فرد و خودت هم رای دکتری علاقمندی داری. دیگه انشالله بعد از اینکه مکتب خودت تمام کنی و آمادگی کنکور را بخوانی و پانتون بعد از اون دکتر شوی. و در کدام بخش میخوای دکتر باشی؟ بخش دندان. دندان. چرا دندان ها رو انتخاب کردی؟ ما سایر بخش ها هم داریم. بخاطر که دندان کسایی که مشکل داره دندانش. خب زمان کودکی زمانی است که دندانای تفلک ها دیگه میریزه، خیلی درد میکنه، دیگه امی مشکل تو را ما داشت تا دکتر دندان شوی. بسیار خوب. ما امیدوار هستم خود دکتر دندان شوی و خدمت کنی به هموطنان عزیز ما. خب از خودت که خواهرها و برادرای کوچک داری یا نداری؟ نه خیر. خودت کوچک هستی؟ از خودت کرده برادرها و خواهرای بزرگتر داری؟ بله. امروز در درس هم کاری میکنن یا نه؟ بله. امیل از خواهرها و برادرت بیننده برنامه صبح معارف اگر باشن، پیام خودت برشان چی است؟ خودم برشان اینمی است که مرا همیشه در درسم همیشه کتم کمک کنن و دیگر کتم کارهایی که میخوان کتم پیش ببرن. بسیار خوب. عزیر عزیز، به برنامه صبح معارف امروز بر ما تحفه آوردی؟ بله. تحفه چی است بر ما؟ شعر. شعر است. خب ما با دل و جان شنونده شعری که خودت آماده کردی است بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. شعر. ز دانش شود کار گیته بساز، ز دل سرزند سر دانش نخواست، که بر دست پا کار گردد درست، اگر در جهان نبود آموزگار، شود گیره از خورد روزگار، شود تیره از خورد به روزگار. ماشاءالله. دیگه آفرین عزیر عزیز. خب قسمی که در مورد دانش خودت گفتی، دانش یکی از راه‌های موفقیت کشور است و خیلی از دانشمندا، خیلی از علما آمدن در مورد دانش خیلی از شعرهای زیبایی داشتن. بنابراین عزیر گرامی، خودت بخیر پلان داری کسایی که توانایی از این نداره که مکتب بر امرشون همکاری کنی؟ بله. که کسایی که مکتب نمیرن ما خواهم براشون یک کمک چیز کنه. بسیار خوب. عزیر عزیز، بسیار تشکر بخاطر از اینکه در برنامه صبح معارف حضور پیدا کردی.
تشکر. سلامت باشی. بسیار زیاد.